برای خداوند بخشنده و مهربان، همدردان گرامی، برادران و خواهران ایمانی، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این نمای شریف رمضان هم فرارسید و یک شما را همداران عزیز با فرارسی ماه شریف رمضان مبارکباد میگم و از خداوند منان برای شما سربلندی هر دو عالم و قبول عبادت‌ها را تماما دارم. و باری است که بنده پیام تبریکی خود را در ماه شریف رمضان و عموما در عیدها و تعطیلات برگزار کنیم. قبلا ما پیام خود را یا تبریک ثبت شده یا در شبکه‌های گوناگون پخش کردیم، ولی امروز تصمیم گرفتیم که این پیام به طور مستقیم پخش شود و در خدمت شما همداران عزیز به طور زنده و گویا که در مهمانی یکدیگر قرار داشته باشیم این صحبت را انجام خواهید داد. ماه شریف رمضان واقعا یک ماه انسان‌ساز و یک مکتب بزرگی هست که هم انسان را تربیت می‌کند، هم می‌سازد و هم ماهی است که انسان توسط عبادت در آن برای خود به مدت حتی بیشتر از سالها اجر ثواب را کسب خواهد کرد. بغیر اینکه روزه داشتن خود یک عبادت است و عبادت الهی است، یکی از رکن‌های دین مبین اسلام هست، باز یک مکتب واقعا هم تربیتی، مکتبی که اراده انسان را قوی می‌گرداند، مکتبی که در آن انسان تنها خودش در برابر پروردگارش قرار می‌گیرد و بغیر از عبادت بودن یک امتحان بزرگی هم هست که انسان در قطار نخوردن و اگر پروردگار در قرآن مجید یا در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما ثواب و اجر آنها را می‌دانیم که مثلا در روایت‌های زیاد است که یک رکعت نماز در مکه مکرمه چقدر ثواب دارد در مقایسه با نمازهای عادی، یا کمک به یک مسکین چقدر ثواب دارد، به یک یتیم، حج چقدر ثواب دارد، زکات چقدر ثواب دارد. اما پروردگار عظیم‌الشأن در یک حدیث قدسی روزه داشتن را به یک عبارت بسیار هم عجیب وصف می‌کند و میگوید که روزه بنده برای من است و پاداش او را تنها خودم می‌دهم. الصوم لی و انا اجزی به، یا در بعضی روایت‌های دیگر الصیام لی و انا اجزی به، یعنی روزه برای من است. یک انسان، یک بنده روزه را برای من میگیرد، نه برای ریا، نه برای کسی دیگر، نه برای خودنمایی، و پاداشش را هم، ثوابش را هم تنها خودی من میدیم. چرا پروردگار عظیم‌الشأن به این عباره و به این شکل روزه را وصف کرد و جایگاه روزه را برای بندگان خود به این شکل معین کرد؟ چون برادران و خواهران عزیز، در هر عبادت دیگر اگرچه همه عبادت ها انشاءالله خالصا برای خدا هست، ولی در هر عبادت دیگر، حتی در نماز هم، در حج هم، در زکات هم، یک جای برای ریا، برای ظاهر پرستی، برای شهرت طلبی وجود دارد. برای مثال کس وقتی که نماز 5 وقته را با جماعت میگذارد، شاید که در آنجا احتمال می رود که به خاطر آن میکند که مردم ببینند، بعضیا بگویند که فلانی نماز را در مسجد گذاشت یا با جماعت گذاشت یا در نمازش خشوع داشت. و یا وقتی که زکات میدهد، در اون زکات دادن یک عبادتی هست که حتما حداقل باید 2 نفر شرکت کنند، یکی زکات دهنده است، یکی دیگر زکات گیرنده، یا یک نفری که این زکات را به نیابت از شخص زکات دهنده به مستحق میرساند. یا حتی در حج هم کم شاید که هستند کسانی که وقتی که حج می روند بعدشان نمی آید که مردم ببینند که فلانی حج کرد، لقب حاجی را بگیرد یا به یک شکل
مردم ببینن و از او همچون حاجی یادآوری کنند. و اگرچه باز تکرار میکنم انشاءالله که اکثرا یا خیلی خیلی از عبادت ها خالصا برای خدا هست، نماز، حج، زکات و همه عبادت های دیگر. اما برادران و خواهران عزیز، روزه یک عبادتی هست که کمترین جای را برای ریا در خود اجازت نمیدهد. شما روزه‌دار هستید نیستید، کسی جز شما و پروردگار آن را نمیبیند نمیداند. اگر شما روزه را خوردید، خدای نکرده طرز میخورید، در یک جای میخورید که کسی آن را نمیبیند و مردم در نزد مردم میتواند طرف روزه‌دار بگوید که من هنوزم، یا روزه‌خور بگوید که من هنوزم روزه‌دار هستم. بنابراین چون این یک عبادتی هست که سیر بین بنده و پروردگار، عبادتی هست که حلقه وصل هست بین انسان و خداوند، و همین است که خداوند گفت که روزه داشتن برای من است و من ثواب و اجر آن را خودم میدهم. و ببینید انسان میتواند در هر عبادت، در هر عمل خودش، بالاخره ما انسان هستیم، ضعف داریم و پاداش را میخواهیم معین کنیم، بدانیم که در نتیجه این عمل نیکی ما نسبت یک هست و حتی نسبت خداوند عبادت کردیم، پاداش ما چه هست. اما وقتی پروردگار میگوید که پاداش روزه را من خودم میدهم، بندگان پروردگار وقتی که روزه میگیرن اونها فکر میکنن که پاداش نماز که تا جای در حدیث ها، در روایت ها معلوم است، پاداش حج معلوم است، اما پاداش روزه چقدر باشد و کسی ما نمیدونیم. اما آن چیزی که میدونیم این است که پروردگار عظیم‌الشأن سخی هست، چون یکی از صفات‌های پروردگار سخی بودن است. کریم هست و سخاوت و کرامتی یا کریمی پروردگار بی پایان هست. این را که ما میدونیم، چون خودش پروردگار در آیات‌های کریم به مراتب به بی پایان بودن، بزرگ بودن سخاوت و کریمیش تاکید کردن. پس یگانه اون چیزی که ما میدونیم و امید میکنیم همچون روزگیر این است که انشاءالله که شامل رحمت، مغفرت و اجر و ثواب بی پایانی از طرف پروردگار خواهیم شد که دیگر اون رو حجمش را و بزرگیش را تنها پروردگار میداند. و این است که یک انسان روزگیر وقتی که روزه میگیرد جز خودش و پروردگار کسی دیگر نیست در این بین و خودش امید بخشیدن گناه ها، مغفرت، رحمت و اجر و ثواب بی پایان را از پروردگار دارد. و همین است که وقتی که یک انسان بیگاه روزه را میکشاید، هم از گذشتن امتحان الهی که تا آخر روز با وجود تشنگی، گشنگی و پرهیز از همه گناه لذت های دنیا صبر کرد، اراده نشان داد، باز هم وقتی که دعای افطار را میکند امید به اجر و ثواب از طرف پروردگار است که واقعا یک لذتی خاص دارد. بنابر همین است که مؤمنان، مسلمانان هر سال با وجود آنکه یک ماه آسان است، خیلی هم مشقت ها دارد، این ماه شریف رمضان را خیلی هم با خرسندی پیشواز میگیرند و خیلی هم با خرسندی گسل میکنند. برادران خواهران عزیز، هر عبادت پیشتر گفتیم که یک قاعده دارد و یک مقدمه دارد، به مثل نیت که بدون نیت آن درست حسابیده نمی شود و غیر از نیت باز مقدمه های دارد. برای مثال نماز مقدمه دارد با نام طهارت که از طریق وضو یا غسل انجام می شود یا طاهر نگه داشتن لباس انجام می شود. و همچنین حج و مناسک دیگر هم مقدمه های خود را دارند و علما مقدمه روزه داشتن را طهارت قلب و طهارت فکر نام میبرند که بنده هم کاملا به این موافقم، چون اگر ما برای که نمازمان درست شود باید که طهارت کنیم، غسل کنیم یا وضو بگیریم و جای نمازمان پاک باشد، لباسمان پاک باشد. در روزه داشتن بغیر از نیت و لقمه حلال باز یکی از مقدمه های بسیار هم مهم و یکی از شرط های بسیار هم مهم این پاکی نیت، پاکی قلب و پاکی اندیشه است و این را میتوان همچون طهارت قلب و طهارت نیت نامید. و برای اینکه ما وارد این عبادت بسیار هم بزرگ شویم باید که همونطوری که برای وارد نماز شدن باید که طهارت کنیم، بالای جای نماز درست بیستیم
باید اون مقدمه رو انجام بدیم و قلب‌های خود را، فکرهای خود را، اندیشه‌های خود را از تمام آن صفت‌های منفی که طبیعت بشری هست در ما وجود دارد از آن باید پاک کرد، مثل کبر، غرور، بخل، حسد، مثل ترس، چاپلوسی، خوشامدگویی که متاسفانه در جامعه‌های ما امروزها فراوان دیده می شود. هم ترس، هم چاپلوسی، هم تملق‌کاری و هم مداح. اینها را باید از ذهن، از فکر، از اندیشه و از قلب پاک کرد، چون امکان ندارد که شما وقتی که روزه ماه شریف رمضان را به خاطر خداوند میگیرید، حالا هم به امید اجر و ثواب و هم به ترس و پرهیز، تقوا از خشم پروردگار در صورت انجام ندادن این عبادت، امکان ندارد که شما در قلب یک بنده مؤمن روزه‌دار هم ترس پروردگار باشد، هم ترس از بنده پروردگار، هم پروردگار را پرستش کند و هم یک انسان، یک مخلوق پروردگار را پرستش کند، هم خداوند را مدح و ثنا بگوید در نمازش، در دعاهایش، در خطبه‌هایش، در تمام امر معروفش، و هم بیاد مدح و ثنای یک مخلوق پروردگار را انجام بدهد که این دو و این عملها با هم سازگار نیستند، بخصوص در ماه شریف رمضان. بنابر همین یکی از مقدمه ها و شرط های خیلی مهمی روزه داشتن این پاک کردن قلب است و به جای کبر و غرور جا دادن در قلب و در اندیشه، جا دادن محبت، فروتنی، به جای حسد و بخل جا دادن بخشیدن، به جای انتقام جا دادن مغفرت و گذشتن از کمبودی های دیگران، و به جای ترس جا دادن شجاعت، به جای تملق و مداحی بندگان و مخلوقان جا دادن عدالت خواهی، عدالتگویی، آزاد اندیشی، و اینها مجموعی عملهای و صفتهای هستند که قلب انسان را، اندیشه انسان را طاهر میگردانند، پاک میگردانند در برابر نیت نیک برای روزه داشتن، و انسان وارد مرحله عبادت می شود. و اصلا ببینید برادران، خواهران عزیز، اگر این مقدمه ها نباشد، این شرط ها نباشد، اگر این نیت نیک اخلاص نباشد، یک ماه روزه داشتن، خود را از خوردن و نوشیدن و لذت های دنیا محروم کردن، جز عذاب دادن بدن چیز دیگری نیست. و این در حدیث دیگری شریف هم هست که یعنی انسان وقتی که نمیخورد و نمی نوشد ولی خالصا این ماه شریف رمضان رو نمیگیرد یا یگان غرض دیگر دارد، پس جز عذاب دادن بدنش یگان ثمره در دست نخواهد داشت. بنابر همین من مطمئنم حالا از باب این نصیحت نیست، از باب تذکر به برادران و خواهران خودم و از آن جمله به خودم هم این چند جمله را در این باره خدمت شما عرض کردم. و حالا یک موضوع مقدمه دیگری هم در اینجا داشتم، بخصوص وقتی که من عنوان این صحبتم را همچون رمضان را ماهی فرصت برای خودسازی و برای بیداری ملت نامیدم. چند جمله در این زمینه خواهم گفت، به خاطر آنکه همونطوری که پیشتر هم گفتم که ترس یکی از پدیده های خیلی منفی هست که در بدن انسان که جا شد، اون دیگر هم زندگی انسان را خراب میکند، هم عبادت های انسان را حتی از بین میبرد. اما یک روند بسیار مثبتی که در جامعه ما قبل از رمضان آغاز شد و ما را وادار کرد که این موضوع را انتخاب کنم و در برنامه تبریکی هم با مردم عزیز در این موضوع هم چند دقیقه صحبت کنم. این روند بیداری ملت است که تقریبا چندین ماه است آغاز شده است و روز به روز آن قوی تر می شود. و ماه شریف رمضان واقعا یک فرصت بسیار طلایی هست، مناسب هست که ما این روند مثبت خودسازی انسان ها و بیداری ملت یا حتی ملت سازی را هم تقویت بخشیم با عبادت های خود، با پرهیزگاری و از همه مهم بالاتر گذاشتن ارزش های دینی، ارزش های ملی و ارزش های انسانی مان از پدیده های مثل ترس، مثل تملق‌کاری، مثل شخص پرستی و دیگر پدیده هایی که نه تنها برای یک بنده مؤمن و عابد ضرر دارد، بلکه برای جامعه ها، برای ملت ها ضرری بسیار شکننده دارد.
واقعا ترس یک پدیده بسیار عجیبی هست، پدیده خیلی خطرناک است. وقتی که انسان رو فرا میگیرد، نابسته از اون که اون دیندار است، بدین است یا هر کسی باشد، از انسان قدرت و توانایی عمل فکر کردن را میرباید. از انسان حتی عبادت رو میرباید. ما و شما که در ماه عبادت قرار داریم و وارد این ماه شریف میشیم که ماه عبادت است، اگر در حالت ترس باشد، حالا فرق ندارد این ترس از یک انسان است، از یک نظام هست، از هر چیزی که باشد، از انسان اون راحت و اون آرامشی که در حالت عبادت باید باشد اون را میرباید. و نه تنها از انسان‌های عادی، حتی من مطمئنم از کسانی هم که وظیفه‌شون هدایت دادن مردم است، آرامش بخشیدن به قلب مردم است، با برآمدهای خود، با صحبت‌های خود، با امر معروف و با خطبه‌های خود در نمازهای جمعه، در نمازهای عید، حتی از اونها هم اون راحت و حلاوت عبادت را و صحبت با مردم را میرباید. شما تصور کنید که یک امام خطیب مسجد یا یک عالم وقتی که بالای منبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میبراید برای خطبه خواندن با مردم که حرف سخن پروردگار را برساند، سخن پیامبر را برساند و مسئولیت خودش را همچون وارث پیامبر انجام بدهد، چون پیامبر اکرم علما را وارثان پیامبران نامیدند، نه تنها وارث یک پیامبر بلکه وارثان تمام پیامبران نامیدند. چگونه این امام خطیب مظلوم و خودش گرفتار ترس وقتی که بالای منبر براید به مردم همچون برای عبادت صحبت میکند، او که در حالتی که در ترس قرار دارد و در دستش ورقی دارد که در آن اگرچه در اولش بسم الله الرحمن الرحیم هست، ولی بعدش به جای قال الله و قال رسول، قال پیشوا، قال فلان، قال رئیس یا پرزیدنت صدا میدهد. به جای آنکه مردم را به صلح و وحدت و برادری و اخوت اسلامی دعوت کند، مجبور است که مردم را به عداوت و کینه نسبت مسلمانان دیگر دعوت کند، نسبت مخالفین، نسبت اعضایان حزب و حرکت ها، نسبت برادران مسلمان خود. این از روی چی است؟ از روی ترس. ترسی که ما گفتیم وقتی در قلب انسان جای گرفت، دیگر در اون قلب جای برای عبادت، جای برای مدح و ثنای پروردگار باقی نمیماند. بنابراین این ماه زدودن ترس است، بیرون کردن ترس و جا دادن امید و باوری و شجاعت و کرامت در قلب به جای ترس و خوشامد و تملق اینها است. و بنابراین من دعوتم، حالا این جمله هایی که گفتم مثال آوردم از امام خطیبان و از علمای محترم تاجیکستان، چه در داخل باشند چه در خارج، حالا یک دعوت برادرانه هم به اونها دارم که این ماه شریف را خوب استفاده برند، خوب فکر کنند درباره جایگاه یک عالم، جایگاه یک خطیب، جایگاه یک مدرس که وقتی که او خود را وارث پیامبران میداند، وارث پیامبرانی که حضرت ابراهیم بت شکن بود و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم این سنت حضرت ابراهیم را ادامه داد و اولین کاری که در روز اول وارد شدن به مکه به بنای کعبه کرد این شکستن بت‌ها بود. چگونه علمای ما اگر خود را واقعا وارث پیامبران میدانند، به جای شکستن بت‌ها از ذهن و از قلب و از جامعه تاجیکستان، باز هم مردم را تشویق میکنند به بت پرستی و بت سازی شخصیت‌های دیگر که حتی مدح و ثنا و ستایش و حالا نمیگویم پرستش و عبادت، یک کمی دیگر مانده است که مردم را دعوت کنند به پرستش و عبادت این افراد، اگرچه ضمناً به سخن هم که نگویند، اما عملاً و ضمناً از رفتار آنها، از رفتار برخیش برمی آید که اگر سپاری شود حتما مردم را به این کار هم دعوت خواهند کرد. من دعوتم این است که در این ماه شریف بیایند یک تدبر کنند، یک تأمل کنند در جایگاه خود، در رسالت خود و فکر کنند که آیا واقعا من که بالای این منبر رفتم سزاوار این عنوان وارث پیامبر بودن هستم؟ اصلا سزاوار این جامه و این سله و این عصایی که در دست میگیرم همچون سنت پیامبر اکرم در وقت خطبه خواندن سزاوار این همه هستم یا نه؟ اگر خود را سزاوار میداند دیگر توکل به خدا، اما اگر سزاوار نمیداند، عملش را مطابق به این وارثان پیامبر نمیداند، شروع کند از ماه شریف رمضان در قطار عبادت ها
دعا کند از پروردگار استدعا کند که توفیق بیشتر بده طوری که در برابر ظلم ایستادگی بیشتر کنند، شجاعت بیشتر نشان بدهند. اگر نمیتوانند که حالا در برابر ظلم ایستادگی کنند و اون ظلم را، اون عمل بد را با دستشان یک طرف کنند، طبق حدیث شریف که در دوام حدیث بد می‌فرماید که اگر نمیتوانید یک عمل بد را با دستتون برطرف کنید، حداقل با زبانتون برطرف کنید، نکوهش کنید. اگر نمیتوانید با قلبتون آن را بد ببینید. حالا اگر اونها نمیتوانند اون دوی اول را کنند، حداقل با قلبشان این عملهای زشت را محکوم کنند و نهایت از منبر پیامبر اکرم در نمازها، در عبادتها دعوت به عداوت و به خشونت و به بدبینی فرزندان همین ملت، برادران مسلمان خودشان کنند. بنابراین انشاءالله امیدوارم که این علمای بزرگ و خطیبانمون این حرفای بنده را همچون یک صحبت صمیمانه برادرشون در این اول ماه شریف رمضان میکنند و مردم را دعوت میکنند به همدیگر بخشی و به صلح و وحدت. حالا وقتی که ما دیگران را دعوت میکنیم این به همه ربط دارد، از آن جمله به خود ما هم، و بنده هم در قطار یک مردم در دیگران پیش از همه خودم را نصیحت میکنم و حالا بارها گفتم قبل از این صحبتم با برخی از برادران و حالا همه اون کسانی که مرا میشنوند میبینند، چه در داخل باشند چه در خارج، با اون بزرگواریشون، با اون سعی صدرشون ما را ببخشند اگر چه در گذشته چه در این وقتهای آخر نسبت کسی حرف ناسزای دغل یا عمل ناسزای کرده باشیم که خدای نکرده باعث رنجش و باعث ناراحتی شده باشد. و از همه شما دعا میکنیم که واقعا در این وارد شوی ساعتهای وارد شوی ماه شریف رمضان ما را ببخشند. برادران و خواهرانی که در مبارزه هستند شاید در بعضی حالتها از عصبانیت سخت میگویند چون پدرشون زندانی میشود، برادرشون، مادرشون اذیت میشود، خودشون مهاجر هستند. حالا گاها عملهای به مثل میخواهند نشان بدهند که در این روند بعضی تندگویی ها از طرف برادران و خواهران هم صادر می شود و انشاءالله من مطمئنم که آنها خودشان این همت بلندی را دارند که از مردم عزیز یا از همه کسی که حالا ناراحت شدن عذرخواهی کنند. اما بنده همچنین یک برادر به نیابت از آنها، به نمایندگی از آنها، چون یک مسئولیت کوچکی هم داریم، از همگان برای این عملهایی که اگر مورد ناراحتی کسی شده باشد معذرت می‌خواهیم و در حق ما دعاگو باشند. خب دوستان گرامی، برادران و خواهران عزیز، چون صحبت هم آنلاین است، پخش مستقیم است، حالا بد نیست که در پهلوی تبریکات و چند سخن درباره رمضان چند مسئله داغ روز را هم با شما مورد بحث و تحلیل قرار بدهیم و امیدواریم که هم ثواب است و هم شاید که در این ماه شریف رمضان یک کمی هم باشد برای زندگی مردم تأثیر مثبت برساند. من میخواستم یک پدیده را همراه شما بحث کنم، صحبت کنم، این هم باشد مسئله نرخ و نواها در ماه شریف رمضان. تقریبا یک تبدیل به یک عنعنه شده است که همه ساله در ماه شریف رمضان طول یک ماه و به خصوص در روزهای عید رمضان، در روزهای عید قربان و گاهی در شب و روزهای سال نو میلادی یا بعضی از روزهای دیگر، جشنهای دیگر، نرخ بازارها تغییر میکند و اون هم تغییر کردن به طرف بالا رفتن که خیلی به زندگی مردمی به این هم کمبزاعت تاجیک تأثیر منفی میرساند. و وقتی که ما رسانه ها را میخونیم و مردم را میشنویم، عادتا مردم در این بالاروی نرخ ها، صاحبکاران و کسانی که به خرید و فروش در بازارها و فروشگاه ها مشغولند سببگار اساسی و متهم اساسی آنها را میدانند و حکومتداران هم، مسئولین دولتی هم، سیاستمداران و حتی روزنامه‌نگاران هم گاها میخونیم که صاحبکاران را دعوت میکنند، مردم را دعوت میکنند که نرخ را نبردارید، به مردم، به خریداران، به کمبزاعتان رحم کنید و حتی خیلی حرفای خشین و دغل و بعض اتهامات ها را نسبت صاحبکاران و تاجران در بازارها میشنویم که آنها را متهم به بی‌انصافی، به سودخوری و سوء استفاده از این
طلبات مردم در شب و روز عیدها میکنن. برادران خواهران عزیز، یک نکته رو باید خوب درک کنیم. من حالا نمیخوام این تاجران را خدای نکرده سفید کنم یا پشتیبانی از صاحبکاران کرده باشم، نه. خیلی خوب است که صاحبکاران در این شب و روزها اگر باز هم اون فایده کمترین را بگیرند و نرخ‌ها را چقدر که میتوانند بالا نبرند. اما بازار هم جزء اقتصاد یک کشور است. نظام اقتصادی کشور فضا و وضع بازار را معین میکند. اقتصاد این علم است، این واقعیت است. اقتصاد به نصیحت، به تنبیه دادن، به دوغ و پوپیسه پرزیدنت و رئیس بازار و پلیس هیچ کاری ندارد. مطمئن باشید اگر با سفارش پرزیدنت یا رئیس شهر نرخ بازار را در نرخ مواد را در بازارها در روزهای عید پایان آوردن، بعد از عید اون را در یک جای دیگر در یک وقت دیگر اون فروشنده بالا میبرد تا اینکه ضرری که در روزهای عید از روی این فرمانهای پرزیدنت یا رئیس شهر یا هر کسی دیگر دیده است اون را جبران کند. پس راه حل چی هست؟ چی باید کرد؟ این یک راه حل بسیار ساده دارد، بسیار عادی هست که در تمام جهان استفاده می شود، چه کشورهای اسلامی باشد چه کشورهای غیر اسلامی. در اروپا، در کشورهای عربی، در ایران، در ترکیه اتفاقا در شب و روز عیدها نرخ‌ها پایان می رود با نام همون سکیتکا یا اکسیون در اینجاها، یا در کشورهای عربی تخفیف با این نام‌ها معروف است. فروشنده ها میان با نرخ ارزانتر مال خودش رو به بازار میبرند، چون که میدونه در این شب و روز مردم زیادتر میخرن و از اون فایده کمی که میگیرد ولی حجم بیشتر میفروشد، درآمدی بیشتر میگیرد و مردم هم ارزانتر خریداری رو میکنن. چرا در تاجیکستان ما چنین نیست؟ شاید تاجیکستان یگانه کشوری هست، من نمیدونم متاسفانه در ازبکستان و قزاقستان و کشورهای آسیای مرکزی وضع چگونه است، اما همه ساله شکایت رو ما فقط در تاجیکستان میشنویم. چرا در تاجیکستان ما چنین میشود؟ من باور دارم، من همچون متخصصی که با بازار سر و کار داشتم، بالاخره با تجارت سر و کار داشتم و از این روندها آشنا هستم، من 100% اعتقاد دارم که این هیچ ربطی به انصافی صاحبکاران و بازارنشینان ندارد. این هیچ ربطی به نصیحت و به امر معروف و به سفارش ندارد. این یک مکانیزم بسیار ساده دارد که قانونهای اقتصادی از طرف مقامات، از طرف مسئولین رعایت نمی شود. شما تصور کنید که امروز بازار مواد خوراکه در تاجیکستان در دست کی است؟ من اینجا کسی را تنقید نمی کنم، چون ماه شریف رمضان است. قصداً از تنقید من خودداری میکنم، یعنی هیچ کس را متهم کردنی نیستم و حتی از اون عباره و کلمه هایی که معمولا در دیگر صحبت هایم استفاده میکردن در ماه شریف رمضان تلاش میکنم که استفاده نکنم، چون وقتی که مردم را دعوت میکنیم به صبر و تحمل و به خودگذشتگی و دعوت به همکاری و برادری و اخوت، باید از خودمون شروع کنیم. اما واقعیت ها چیزایی هست که اون را باید حداقل با کلمه های علمی، با تحلیل واقعی علمی باید بیان کرد. امروز اقتصادات کشور به خصوص بازار مواد خوراکه در دست چند شرکت است. مسئله وارد کردن و به طور عمده یا آپتوم به بازار برآوردن در دست چند شرکت است. روغن، شکر، آرد و همه چیزی که مردم از بازار میخرن، چیزای اساسی البته، حتی از بنزین و از مواد سوزشواری و اینا همه در مونوپولی یک چند شرکت است و شما هم خوب میدونید که این شرکت ها به کی تعلق دارند. خب صاحبان این شرکت ها باز خودشون رهبری دولتن، وزیرن، بانکیرن، هم بازارها در اختیارشون است. اون البته بازار چکنه فروشی و دانه فروشی رو منظورم نیست. اون بیچاره خودشون میرن از بازار آپتوم، از اون سکلادها میخرن میارن، یک فایز میده میمونن میفروشن. اما بازارهای کلان، فروشگاه‌های کلان و منصب‌های کلان در دست یک گروه است. قانون هم در اختیار آنها است، تنظیم هم در اختیار آنها است، بازار هم در اختیار آنها است، پلیس هم در اختیار آنها است، زندان هم در اختیار آنها است، فرمان و سفارش و دستور هم در اختیار آنها است. بعد همین گروهی که خودش مال رو وارد میکند در اختیار خودش است، خودش با بازار با نرخ دلخواهش میفروشد، میبرد و خودش میداند که در همین شب و روز نرخ قیمت میشود و باز خودش میاد صاحبکاران را دعوت میکند که
شما نرخ را بالا نبرید، برای مردم ارزان بفروشید. و باز خودش رو در پیش مردم همچون یک خیرخواه، یک انسانی که غمی کمبیزاتان رو میخورند، اینها خودشون رو نمایش میدهند و مردمی بیچاره هم باور میکنند. نگاه ببینید چقدر رهبریت کشور، مقامات، مسئولین، رئیسان بازارها انسانای خوبی هستند که این فروشنده های به انصاف رو طلب میکنن، مجبور میکنن که شما ارزانتر بفروشید. اما یک انسان سوال نمیکند که محترم مثلا پرزیدنت، وزیر، رهبر این شرکت مونوپولی که مواد را وارد میکنید، شما همه این چیز در دست خودتون است. شما مردم فروشنده دانه فروش رو نه، شما هم فرزندان خودتون رو نصیحت کنید، دعوت کنید که نرخ آبتون رو ارزان کن، 50% ارزان کن، 20% ارزان کن، از اون نرخ پیشینه که میفروختی کمتر بفروش. یا اینکه اجازت بدید به دیگر صاحبکاران که این مواد رو وارد کنن، شکر، روغن، حالا آرد، گندم، برنج، هر چیزی که هست، بنزین و تمام این رو اجازت بدید، مونوپول رو از بین برید. باور کنید اگر اینا واقعا صادقانه، صمیمانه اگر مسئولیت خود را انجام بدهند، دیگر بازار نیاز به نصیحت ندارد. مگر بازارها این سوپرمارکت های آلمان را، فرانسه را یگان امام خطیب، یگان پرزیدنت امر معروف میکند، نصیحت میکند، یا پاپ کاتولیکی از ریم به اینها یگان امر معروف میکند، یا در دبی، یا در عربستان سعودی، در ترکیه، در ایران مگر یگان مفتی صحبت میکند؟ نه، در اونجا قاعده بازار رعایت میشود، در اونجا قانون رعایت میشود. در خطای کمونیستی که اصلا در اونجا دین نه مسیحیت و نه اسلام هیچ چیز حاکم نیست، نه بودایی، چون حکومت خطای با وجود آن که دیگر آزادی را محدود کرده است، قانونهای بازار را رعایت میکند. اتفاقا مسئله آزادی اقتصادی در چین یکی از بهترین ها هست که باعث پیشروی اقتصادی این کشور شد. اگرچه در مسئله آزادی سخن و آزادی سیاسی عقب مانده است، ولی در پیشروی اقتصادی که دیگه شما خودتون شاهد هستید. چرا؟ برای آنکه حاکمیتش قانونهای اقتصادی را رعایت نمیکند، رعایت میکند، پامال نمیکند. برخلاف تاجیکستان که از این طرف تمام قانونهای محلی و قانونهای اقتصادی را پامال میکند، بعد میآید امام خطیبش امر معروف میکند، پرزیدنت دستور میتید، رئیس شهر مجبور میکند. همه اینها آدمان خیرخواه گویا مردم و ملت، فقط همون 4 صاحبکار و بازارنشین بیچاره اینا گناهگار، گویا اینا به انصاف هستند و نرخ مردم را بالا میبردارند. دوستان عزیز، برادران عزیز، قاعده اقتصادی این است: نرخ را در بازار 2 چیز معین میکند. این را در کورس 2 فاکولته اقتصادی یا در کورس‌های دیگری همه فاکولت‌ها وقتی که پلیت اکونومی میخوانند، همه میدانند که نرخ را در بازار 2 چیز معین میکند: پیشنهاد و طلبات. اگر پیشنهاد مواد به بازار بیشتر از طلبات مردم باشد، نرخ پایان میرود. اگر که مواد در بازار کمتر از طلبات مردم باشد، نرخ بالا می رود. همین یک قاعده بسیار عادی است. چرا حکومت تاجیکستان این را رعایت نمی کند؟ این سوالی هست که باید در ذهن همه امان باشد. من چه پیشنهاد دارم؟ من حالا گفتم تنقید نمی کنم، اما یک پیشنهاد به حکومت جمهوری تاجیکستان دارم در زمینه اقتصادی. حالا نگویند که اینها اپوزیسیون فقط تنقید میکنند. دیدید که من تحلیل کرده ایستادم، تنقید نکرده ایستادم. یعنی نمیگم که اینجا دوست کی هست یا مثلا عیب کی هست. من فقط گفته ایستادم که این بازار و قانون اینا در همه در دست یک انسانایی هست که اگر بخواهند میتوانند وضعیت رو تغییر کنند. الان چند پیشنهاد دارم. پیشنهادی که واقعا نه قانونی رو تغییر دادن در کار می شود، نه حالا اگر پول علاوه‌ای می خواهد و اصلا از دست حکومت می آید. یعنی من پیشنهاد کردنی نیستم که حکومت جمهوری تاجیکستان بگه که نه این پیشنهاد کبیره عمل شونده نیست، برای آنکه ما قدرتش رو نداریم. حالا شما حکومتداران میدونند که در عرفه عید رمضان نرخ بالا می رود. هر سال همین است. 1 ماه فرصت داریم. چه باید کرد تا اینکه نرخ در رمضان بالا نرود؟ در تاجیکستان در نزد حکومت یک اگنتی است برای اگنتی دولتی
خرید، حالا نامی درستش رو نمیدونم، اما رسالت و مسئولیت این است که از نام دولت برای جامعه، برای دولت با پول دولت خریداری کند برای بازار و نرخ را تنظیم کند. الان وقت است، 1 ماه وقت داریم، حکومت جمهوری تاجیکستان دستور بدهد به این اگنتی اینا بروند از کمیته آمار استاتستیکا بگیرن که در تاجیکستان در بازارها در شب و روزهای عیدها چقدر آرد فروخته می شود، چقدر روغن، چقدر گوشت، چقدر پیاز، کارتوشکا، اینا را شکر، اینا را همه را جمع‌آوری کنن، سفارش بدهد که در دوام 2 هفته از همین رو شروع کرده در 2 هفته اولی ماه شریف رمضان تمام این مواد خریداری شود از خارج و طور آپتون وارد کرده شود به بازارهای تاجیکستان. بازارهای تاجیکستان از این مواد خوراکه مالامال کرده شود. شما تصور کنید که ببینید در شب و روزهای عید وقتی که به جای 1 کیلو یا به جای 1 تن شکر یک باره 10 تن 20 تن شکر به بازارها وارد می شود. همچنین روغن، همچنین مواد دیگری خوراکه. کی میتواند نرخ را بالا بردارد وقتی که خود حکومت از طریق فروشگاه‌های خودش در نزد اون تاجیک مطلوبات یا اداره های دیگر نرخ را از نرخ بازار در همه جا ارزان‌تر میکنند. خود فروشنده ها مجبور میشوند که نرخ را ارزان‌تر کنند. مگر این کار دشوار است؟ شما پول دارید، در بودجه پول است، نگوید پول نداریم. وقتی که حکومتی که پول ندارد جشن نمیکند. دوستان گرامی، دوستان و برادران عزیز در حکومت که کار میکنید، شما وقتی که برای جشن و برای رقصیدن و برای گلکاری کردن پول دارید، چرا برای شکم مردم، برای جیب مردم پول پیدا نمیکنید؟ مگر برای این مردم گرسنه که در شب و روز عیدها رمضان نان خوردن نمیابند، همون جشن و پایکوبی و رقص و همون گل و گلکاری شما بسیار مهم است؟ مانند این مردم شکمش که سیر شد، بچهش سیر شد، دسترخوانش پر شد، همون رقص و بازی رو خودش میکند، نیاز ندارد. حاضر دیگر اینترنت و یوتیوب و اسباب‌های موسیقی را همه دارد. ولی بگذار شما هم بکنید. اما وزارت فرهنگ تاجیکستان بغیر از رقص و بازی دیگر کاری ندارد. فرهنگ نابود شده است، بغیر از این رقص و بازی دیگر یگان چیزش نمونده است. خب بگذار همین کار هم باشد، اما اول مردم رو سیر کنید، نرخ رو پایان برید و بعد بیاید این کارها رو انجام بدید. بنابراین پیشنهاد برادران ما به شما این است، کاری زیاد هم نمیخواهد، از حالا سپارش بدید. اما اگر در شب و روزهای عید رمضان نرخ باز بالا رفت، دیگر شما حق معنوی ندارید صاحب کاران رو نصیحت کنید، سپارش بدید که نرخ رو ارزان کن، یا امام خطیب بیاد از منبر نصیحت کند و مردم هم چه حق دارند که بیان صاحب کاران رو متهم کنند به بی‌انصافی و به مخصوص بالا بردن نرخ. بنابراین برادران و خواهران عزیز، من خواهش میکنم و شما هم دعوت کنید، طلب کنید از مقامات که مسئولیت خود را در نه تنها در ماه شریف رمضان بلکه در تمام وقتی که مسئولیت دارند و عمل میکنند این را انجام بدهند. و یک مسئله دیگری هم هست دوستان برادران عزیز، وقتی که ما در جامعه یکدیگر رو نصیحت میکنیم، دعوت میکنیم به گذشت کردن، به بخشیدن و بخصوص من مطمئنم، من که ندیدم ولی مطمئنم که مثلا پرزیدنت، دیگر مسئولین، امام خطیب ها، رئیسان ولایت ها وقتی که در ملاقات ها با مردم صحبت میکنن، همیشه مردم رو دعوت میکنن به سخاوتمندی، به کمک به دیگران، به کارهای نیک. اما یادشون میرود که خودشون هم مسئولیت دارن، خودشون هم مسلمانن. اگر همون حرفایی که به دیگران میزنند خودشون با اون باور دارن، بیاد از خودشون شروع کنند. چرا ماه شریف رمضان برای دیگران ماه بخشیدن و گذشت کردن و ماه رحم و شفقت بوده است، و مثلا برای پرزیدنت یا برای وزیر عدلیه یا برای رئیس سود یا برای رئیس زندان یا برای دیگر مسئولین تاجیکستان نبوده است، برای وزیر داخله، برای وزیر امنیت. چرا؟ مگر اونها مسلمان نیستند؟ حالا اگر مسلمان هم نباشند مگر انسان نیستند؟ مگر این مفهوم ها یا ارزش های خیر و سخاوت و بخشیدن و گذشت کردن و رحم و شفقت برای آنها بیگانه است؟ پس وقتی که در این باره صحبت میکنیم در ماه شریف رمضان، من یک مسئله دیگری رو مطرح میکنم، بعد در آخرش یک پیشنهاد دیگر هم دارم. مسئله این است که ببینید دوستان عزیز، شاید اشتباه کردن، شاید سهو کردن. من اصلا باور ندارم که
یک نفره که دیگران را، مردم را، صاحبکاران را، منظورم پرزیدنت جناب رحمانوف است، وقتی که دعوت میکنه در ماه شریف رمضان به رحم و شفقت و سخاوتمندی و گذشت کردن، بعد خودش میاد یک روز پیش از ماه شریف رمضان بیشتر از 100 خانواده تاجیک را غمزده میکند با برآوردن یک حکم دادگاهی که نزدیک 105 یا 106 نفر از شهروندان تاجیکستان را به اتهام عضویت در گروه اخوان المسلمین یا برادران مسلمان زندانی کردن. حکم‌های بسیار سنگین تا 23 سال یا بیشتر از آن. من چرا میگم اشتباه کردن؟ چون یک انسانی عاقل، یک انسانی که مردم رو دعوت به این کارهای نیک میکند شاید یادشون رفت. رئیس سود عالی مگر نمیتونستن این رو در دیگر وقت مانند مثلا بعد از رمضان که حداقل این عیش و آرامشی بیشتر صدها وقتی که 100 نفر از 105 نفر هست، این 105 نفر حداقل 5-6 نفر فرزند دارن، پدر و مادر دارن، ده ها و صدها نفر خویش و تبار دارن که اینها همه هزارها نفر انسان ماه شریف رمضان را در یک حالت غمزدگی پیشواز گرفتن. یعنی یک حاکم عادل، یک پرزیدنت عدالت پرور، یک وقتی که ارزش‌های حقوق بنیادی، دموکراسی و عدالت و اجتماعی بودن رو در کنستیتوسیا جا دادن و تکرار میکنن، حداقل باید یک کمی نازکبین باشن، باید یک کمی از اون کبر و غرور پایین بیاین. حالا من نمیدونم کار انجام شده است یا نشده است. حالا حکم اول صادر شد، این نفران این حق اپیلاتsia دارن و میتونن شکایت برن. چرا وقتی که دیگران رو دعوت میکنیم خودمون نیاییم یک نمونه نشان بدهیم؟ حالا پرزیدنت تاجیکستان این نمونه رو نشان داد. یک جوان را، کارمند تماجنی را که 15 سال از روی گفت خودش باید زندان شود، در همون تالار جلسه بدون سود و محکمه و برخلاف همه قانون ها عفو کرد. جوان رو میشناخته است، کدام شناسایی داشتن و خودش گفت که 15 سال باید زندان شوی و غیر قانونی عفو کرد. حالا ما دعوت نمیکنیم که غیر قانونی عفو کند. بیاید پرزیدنت میتوانست است که همین کار را کرد که در تلویزیون در پیش مردم. برای چی کرد؟ دلش با اون جوان سوخت؟ مگر اینها جوان نیستند؟ مگر اینها شهروند تاجیکستان نیستند؟ اون جوانی را که آزاد کرد از زندان یک جوان میلیسیونر است. نه حتی خودش گفت پرزیدنت که اکادمی خدمت دولتی مسکو را از روی بیسوادی تمام نکرد، پیشش کردن از آنجا. پس یک انسانی باسواد و ارزشمند و یک آدمی بسیار برای جامعه مهم نیست. اما با همه حکم دادگاه دکترهای علم، دکترهای طب، استادان دانشگاه ها اینتلیجنسی تاجیک رو بردن به اتهام اخوان المسلمین زندانی کردن، کسانی که فرزندان ما و شما را تربیت میکردن. حالا من کار ندارم با اون اتهاما من 100% مطمئنم که تهمت بیش نیست. چرا؟ خیلی از اون نفران رو شخصا میشناختم، بسیار انسان‌های سالم بودن، حتی مخالف ما بودن، فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تنقید میکردن، طرفدار حکومت هم بودن. حالا با اینا کار ندارم، شاید حکم دادگاه در جای دیگر تحلیل میشود. من بالفرض اگر گناهکارم باشم، شما همون جوان کارمند گمرک را گناهش رو اثبات کردید و همونجا برخلاف قانون آزاد کردید. حالا این جوان ها را اگر گناهشون رو اثبات کرده باشید، اینا هم جوانند، باسوادند، فرزند دارند، دلتون به اینها هم بسوزد، رحم و شفقت پدرانه و پرزیدنتی خود را نسبت اینها هم نشان بدهید. اینا دکتر علم هستند، باسواد هستند. یکیش خواندم امروز در آزیا پلوس یا جایی که در طبیب دکتر در مدگراداک بوده است. خب اینا برای جامعه لازمه، چرا اینها رو آزاد نمیکنید؟ اون مهر و شفقت و اون سخاوتمندی خود رو چرا در این بندگان مسلمان مؤمن نمازخوان نشان نمیدهید؟ با نام اینها برادران مسلمان هم هستند. اینا برادران مسلمان شما هستند. جناب مفتی، علمای محترم، اکثر این برادران رو میشناختید، از من بیشتر میشناختید. وقتی که بالای منبر میروید چرا طلب آزادی اینها رو نمیکنید؟ اینا مثل شما عالم بودن، یک قسمش خوانده بودن، به خاطر دین مبین اسلام زندانی شدن. فقط با فرق از شما اینا در منبر مسجد نبودن، مسئولیت خود را
ادا میکردن، یکی استاد دانشگاه، یکی کارمند دولتی، یکی دیگر معلم، ولی یک انسان‌های پاکیزه، مؤمنی، متدینی، پایبند اخلاق دینی و ارزش‌های ملی بودند. جنایت اونها هم در همین بود. خب من حالا علاوه به اون زندانی‌های دیگر که زندان‌های تاجیکستان پر از زندانی‌های سیاسی هست، من از محمد علی حیات و سید عمر حسینی و سیف الله زاده دیگر حرف نمیزنم در اینجا. مصیبت بالای مصیبت است، مگر اون زندانی‌هامون کم بود که شما یک باره بیشتر از 100 جوان تحصیل کرده تاجیک رو وارد زندان کردید. مگر این مصیبت عزت امان کم بود که یک روز قبل از ماه شریف رمضان باز هم در حالا خبر آمد به من که به عزت امان را دادگاه تشکیل کردند و برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفتند. وقتی که مردم میجوشد، مردم تمام ملت صدا بلند کرده ایستاده است که عزت امان را آزاد کنید. عزت امان حامی مهاجرین بود. در ماهای رمضان چقدر کمک به مردم میکرد، در کرونا ویروس چقدر در مردم را کمک کرد، مردمی که باید حکومت تاجیکستان به آنها کمک میکرد. وقتی که کرونا ویروس در روسیه فراگیر شد، سفارت ازبکستان، سفارت قزاقستان، تمام سفارت‌ها برای شهروندانشون پرواز مستقیم تشکیل کردند، جای خواب تشکیل کردند، پول دادند، خوراک دادند. همه کرد بغیر از حکومت تاجیکستان. عزت امان با اون یک کمند جوانش اسیس‌های مهاجرین مسئولیت پرزیدنت، وزارت خارجه، وزارت حفظ اجتماعی و سفارت و کنسولگری رو انجام میداد. خودش تنها با اون یک تیم جوانش. ولی امروز در کنج زندان نشسته است و یک روز پیش از ماه شریف رمضان او را برای 2 ماه حبس پیشکی میگیرند و این معنی آن را دارد که تجربه نشان میدهد، از این عملکردهای حکومت نشان میدهد که عزت امان دیگر به این آزادی او را رها کردنی نیستند، مگر اینکه ملت همین مبارزه را که شروع کرده است نه تنها برای آزادی عزت امان، الان دیگر برای آزادی این 105 نفر جوان دیگر، این برادران و خواهران ما که دیگر حالا یک برادران زندانی هستند، خواهران ما، زنهای آنها، مادران آنها، اپا و خواهرای آنها غمدار هستند. برای اینا باید مبارزه برد. این بیداری که من در اولی صحبت گفتم و نام موضوع را هم یکی از فرصت‌ها در ماه رمضان برای بیداری ملت نامیدم، این بیداری را باید در ماه شریف رمضان بیشتر کرد و قوی‌تر کرد. و من حالا پیشنهاد دومم این را خلاصه کنم با پیشنهاد دومم که چی هست، که حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص پرزیدنت جناب رحمانوف ماه شریف رمضان هست، تمام پرزیدنت ها این کار را میکنن، بخصوص پرزیدنت های مسلمان، حتی همین دیکتاتور دوست خودت همین ترکمنباشی هست، این بردی محمدوف در ترکمنستان، هر سال در عید رمضان و در عید قربان صدها و هزارها انسان و شهروندان ترکمنستان را آزاد میکنند. یعنی حتی همین نمیدونم برای خدا میکند، برای شهرت میکند. یک دیکتاتور است، از خودت کم نیست، شاید بدتر هم باشد، اما او در همین ماه شریف رمضان این کار انجام میکند. چرا خودت باید منتظر شوی که در روز استقلالیت یا روز کنستیتوسیا حالا چند نفری را فقط همون دزد و چند نفر جنایتکارانی که باز تکرارا جنایت میکنند و یک قسم زیادش برمیگردد باز به همون زندان، اما انسان‌های سالم تحصیل کرده را در کنج زندان نگه می‌دارد، با اون هم پیش از ماه شریف رمضان که کاملا برخلاف ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های انسانی و برخلاف حرف و برآمدهای خودتان هست. بنابراین من این پیشنهاد دومم را تکرار میکنم که این فرصت رو استفاده برید. انشاءالله هم اگر برای خدا باشد انشاءالله که اجر و ثواب دارد در پیش پروردگار. حالا شما میدونید و پروردگار که مناسبت شما چی هست و گناه شما چقدر است، ثوابتون چقدر است. اما مطمئن باشید، من رو همچنین هموطنی شما میگم که اگر آزاد کردید این جوانان را و نه تنها این جوانان را، اون هزارها جوانان دیگر را، حتی من اگر حالا گفتم درباره سید عمر و محمد علی و زندانی های سیاسی خودمون دیگر گپ نمیزنم، اگر انصاف کردید اونها را هم رها کردید باز اجر و ثوابتون بیشتر می شود. اما حداقل همینایی را که حالا
شانس دارند برای دادن اپلاسیا اینها را سفارش بدهید. نگوید که حکم دادگاه صادر شده است و دادگاه ما مستقل است و این حرف را نزنید، برای که همه میخندند، از آن جمله خودی من هم. در تاجیکستان دادگاه مستقل نیست، شاهیان آدمی مستقل نیست، انسانی خوب است، اما بدون سفارش خودت یک حکمی حتی یک دوز رو هم صادر نمیکند، چه رسد به یک حکم‌های سیاسی. یک سفارش به آن بدید که آزاد کنن این جوانان را، حداقل نیست کنن این مدت مهلت زندانی آنها را. هم ثواب است انشاءالله، هم برکت می‌یابد. و مطمئن باشید این حکومت و قدرت شما طولانی نیست و یا با کارسازی پروردگار این دعای مردم هم که دیگر این به تاثیر نخواهد بود، اینا حتما این مظلومین دعا خواهند کرد و شما تلاش کنید که دعای مثبت اینها رو بگیرید در این ماه شریف رمضان که انشاءالله یک دستاورد برای اون روز حساب و کتابتون خواهد شد. من این رو همچون برادروار با شما گفتم، شاید در لحن صحبتم باز هم یک کمی آهنگ رنجش و آهنگ نزدیک به انتقاد بود. این طبیعی هم هست، چون صادر شدن این حکم در عرفه ماه شریف رمضان واقعا مرا هم خجالت زده کرد، هم ناراحت کرد و هم به تعجب افتاند که چگونه یک انسانی که دعوت به این کارها میکند دیگران را خودش میاد در عرفه ماه شریف رمضان دست به چنین یک حکم‌های سنگین و ناعادلانه میزنند. انشاءالله من مطمئنم که این پیشنهادها شنیده می شود و عملی می شود و دعاگویم که پروردگار در این ماه شریف پیش از همه کمبودی و گناههای ما را ببخشد و برای همه ملت تاجیک هم سربلندی قبول عبادت ها را در این ماه شریف تمنا دارم. اگرچه قرار نبود که به سوال ها در این صحبت سوال و جواب شود و چون صحبت رمضانی بود و موضوع خاص را بحث و بررسی می‌کردیم، ولی مثل که اینجا دوستان مسئولین آوردن دو تا سوال گذاشتن و حالا مختصر اینها را جواب میدیم و با همین خداحافظی میکنیم. آیا شما یک سوال آمده است، آیا شما عزت امان را سزاوار پرزیدنتی در تاجیکستان میدانید؟ اگر او نامزد انتخابات باشد شما با او آواز میدهید؟ خب اگرچه موضوع ما رمضانی هست ولی مثل که این برادر سوال داده است، چون موضوع عزت امان واقعا که از موضوع داغ روز است و نمیتواند هیچ کس چه در صحبت رمضانی چه در صحبت یک پیاله چای در افطار از قضیه عزت امان صحبت نکنند. حتما باز به قضیه عزت امان قضیه این برادران جدید که دیروز حکمشان صادر شد اضافه خواهد شد. برادر عزیز، حالا نامد نیست در اینجا، مطمئن باشه هر کسی در انتخابات آینده در پهلوی رحمانوف نامزدی واقعی باشد فرق ندارد، حتی پسرش رستم امامعلی باشد، من به او آواز خواهم داد، یعنی بر مخالف یا بر رقیب رحمانوف آواز خواهم داد. چرا؟ نه به خاطر آنکه او شاید بهتر از رحمانوف است یا شاید یگان خصومت شخصی به رحمانوف دارم، نه. رحمانوف 30 سال است که پرزیدنت تاجیکستان است، هر چیزی که میتوانست برای ملت و دولت کرد، از این بیشتر دیگر کرده نمیتواند. مثل همون یک میوه، یک لیمون جفیده شده را میماند که شما آبش را جفیدید گرفتید، دیگر تمام شد، دیگر هر چقدر که بابی جفید غیر از همون پوسلاخ دیگر هیچی نیست. بنابراین همین حالا عزت امان که عزت امان یک شخصی بسیار سزاوار است، ختم کرده اکادمی دیپلماتی است. اتفاقا اون وقت منم در مسکو بودم و بعد از ختم کردن ما از من مشورت پرسید، من مشورتش دادم که یعنی تایید کردم این نیتش را مقصدش را که در اکادمی دیپلماتی تحصیل کند و اونجا هم ختم کرد. خب چندین زبان خارجی میداند، در عمل خودش رو نشان داد. البته عزت امان هم به کمبودی نیست، انسان است مثل همه ما، اما به مراتب از رحمانوف بهتر است و 100% بدون شک اگر عزت امان نامزدی به پرزیدنتی شود من بدون شک با او آواز خواهم داد. اول دعا کنیم، تلاش کنیم که عزت امان آزاد شود، بعد درباره نامزدی او و درباره آیندهش صحبت کنیم. خب برخی ها میگویند PMT یعنی پیمان ملی تاجیکستان جای وتران هاست و نظم و ترتیب ندارد و گروه 24 جوانند و مردم را بیشتر جلب کردند.
نظر شما به این گفته چیست؟ بله برخی ها میگن، ببینید نه تنها برخی ها میگن که پیمان ملی تاجیکستان جای وتران هاست و نظم ترتیب ندارد. بعضی ها پیمان ملی تاجیکستان را یک کشتی شکسته میدونن، بعضی دیگر خواهی میدونن، بعضی تروریست میدونن. بالاخره حق دارن مردم که ما را هر چی که دلشون میخواد بگن. بله برادران گروه 24 خیلی جوانند و خیلی فعالند، خیلی ماشاءالله در این شب روزا خیلی کار نشان داده ایستادن. اما پیمان ملی تاجیکستان گروه 24 نیست و گروه 24 پیمان ملی تاجیکستان نیست. پیمان ملی تاجیکستان نباید تلاش کند و نمیکند هم که مانند به دیگر گروه ها شود. هر یک گروه، هر حزب جایگاه خود را دارد، سلیقه خود را دارد، روش خود را دارد و طرز رفتار خود را دارد. و اگر ما تلاش هم کنیم گروه 24 شده نمیتوانیم، گروه 24 تلاش هم کنیم پیمان شده نمیتواند، یا هر گروهی دیگر تلاش کند که مثل ما شود نمیتواند شده. بنابراین همین این انتقادها و این نظرها قبول است، جای خودش است، ما منت داریم. دوستانی که نظرها را دادن یا مثلا جای وتران هاست و نظم ترتیب ندارد، بله ما در ما وتران ها هستند، آدمای با تجربه هستند، در ما جوانان هست، در ما همه گروه ها هستند و اون که میگن نظم و ترتیب ندارد. حالا اگر بعضی ها نظم و ترتیب را شاید به طرز خود بفهمند، بله در ما یک طرز دیکتاتوری که همه یک رنگ باشند، همه با یک فرمان کار کنند نیست. ما بالاخره ائتلاف هستیم. برادران و خواهران باید درک کنند که فرق یک ائتلاف از یک گروه منظم در چی است. یک حزب، یک گروه، یک ساختار، یک رئیس دارد، یک رهبر دارد، سپارش میدهد، اونا دیگران عمل میکنند. اما یک ائتلاف در اونجا از روی پرینسیپ کنسنسوس یا اجماع عمل میکنند، در اونجا فکرها هست، در اونجا فرمان داده نمیشود بلکه توافقی عمل میشود. بله این دیگر طبیعت کار پیمان است. اما کسانی که حالا کار پیمان رو نادیده میگیرند بدانند که پیمان روش فعالیتش، پیمان اصلا رسانه نیست که ما همه کار پیمان رو به رسانه تبدیل بدهیم. پیمان کاری حقوقی میبرد، کاری سیاسی میبرد، کاری دیپلماتی میبرد، کاری رسانه‌ای میبرد، کاری زندانی های سیاسی رو میبیند و 80-90% فعالیت پیمان از رسانه ها از نظر دور است. حالا اگر دوستان میخواهند که کاری ما را در جلسه ها در همین شبکه ها خلاصه کنند، این نظرشون مورد احترام است، ما قبول داریم. البته این رو هم بگویم که هنوز هم جای کار برای اصلاح شدن و برای پیش رفتن در این بخش رسانه‌ای هم هست. یعنی این انتقادات قبولن، بچه‌های برادران ما باید، دوستان ما باید فعالتر باشند و این پیشنهادها و این نصیحت‌ها را خوب جدی بگیرن و اصلاح شوند. اما به هیچ وجه، من این دیگر پیامم به برادران و خواهران در پیمان هست و این توصیه را میکنم که به هیچ وجه از روش خود، از برنامه خود دور نشوند و خود را تلاش نکنند به دیگران مانند کنند. از طرف دیگر آماده باشند همیشه که ما را تنقید کردند، خواهند کرد و بیشتر از دیگران. ببینید نهضت اسلامی تاجیکستان را و پیمان ملی را در تاجیکستان هم بیشتر از دیگران تنقید میکردند، سنگ میزدند. در هجرت هم همین کار خواهد بود، در آینده هم خواهد شد. چون از ما و شما امید دارند، از ما و شما نمیترسند. وقتی که یک کس تنقید میکند میخواد ما اصلاح شویم، ما را برادر میداند، ما را از خودش میداند، میخواد ما اصلاح شویم و این را باید آماده باشیم، قبول کنیم و انشالله که همین طور هم میشد. و از برادرانی که این نظرها رو دارن خواهش میکنیم که بیشتر تنقید کنن، بیشتر بنویسن، بیشتر نظراشونو بگن. حالا به هر شکلی که میخوان به خودمون بفرستن، مستقیم در رسانه ها تنقید کنن و مسئولین میخوانن، انشالله چاره‌های لازمی رو خواهند اندیشید. چرا شما در اروپا برای حمایت عزت امان میتینگ نمیکنید؟ برادر بسیار سوال خوب است. این مسئله هم در پیمان، هم من خبر دارم در دیگر گروه هم بحث و بررسی شده ایستاده است و این فکر میکنم اگر که مسئولین و برادران به یک خلاصه بیاین حتما این کار میشود. اما یک چیز رو فراموش نکنیم، عزت امان را اروپا ندزدیده است. عزت امان در روسیه دزدیده شد و امروز در تاجیکستان زندانی هست. اگر ما در اروپا هم میتینگ کنیم به طرفداری عزت امان، نباید بر ضد اروپایی کنیم، نباید قانون‌های اینجا را خلل‌دار کنیم، نباید در وضعیت کرونا ویروس اگر ترتیبات اینجا طلب میکند که
نباید آدمان بیشتر جمع شوند یا اگر جمع شدن باید فاصله رو رعایت کنند. نباید ما اینجا بیایم قانون رو بیان کنیم. این مسئله بررسی شده ایستاده است. تا جای خبر دارم دیروز جلسه داشتن مسئولین و اگر به یک خلاصه آمدند و اجازت گرفتن حتما این کار رو خواهند کرد. اما در اروپا می شود، در روسیه می شود، در داخل تاجیکستان می شود، هر جایی که می شود باید طلب ما از حکومت تاجیکستان باشد، چون امروز عزت، گروگان و اسیر در دست حکومت تاجیکستان است. بله، ما باید حکومت روسیه را هم انتقاد کنیم، انتقاد کردیم، هم برای ربوده شدن شراف‌الدین گدایف، هم عزت امان، هم برای داملا نعیم جان، برای شهاب الدین بدالوف و ده ها نفر دیگر، محمد روزی اسکندروف، مقصود ابراهیموف کردیم و خواهیم کرد. اما اینجا گناهکار اساسی حکومت تاجیکستان است. دوستان عزیز، شرطنامه بین دولتی است بین تاجیکستان و روسیه. این شرطنامه باید اجرا شود. یکی از بندهای شرطنامه تقاضا میکند که هر کی را حکومت تاجیکستان طلب میکند، طبق این سازشنامه حکومت روسیه باید که او را بسپارد به جمهوری تاجیکستان. روسیه اگرچه خلاف قانون کرد، اگرچه با پامال کردن حقوق عزت امان کرد، ولی میگوید که من این سازشنامه را انجام دادم. شما حکومت تاجیکستان حکومت خودتان را بگوید که شما را در اینترپول ندهد، شما را تروریست اعلان نکند، شما را اکستریمیست اعلان نکند. چرا ما باید که حکومت را مانده زیر اروپا میتیم کنیم؟ شاید هدف این برادرم در اروپا بر ضد حکومت تاجیکستان است. من همین خیلی میفهمم. حتما این مورد بررسی است برادر عزیزم. شما نه از اروپا ایستاده درباره ترس میگید. برای چی در تاجیکستان بودنتان خودتان هم ترسیدید و تظاهرات نکردید؟ بسیار سوال خوب است برادر. من حالا گفته ایستادم که ترس رو از دل بیرون کنید، نگفته ایستادم که همین فردا برید تظاهرات کنید. ولی منم در تاجیکستان بودم، تظاهرات نکردم برای که اجازت ندادن. بروید شما از وزارت عدلیه و از شهرداری دوشنبه از ارشیوش نامه‌های مرا پیدا کنید که رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم از شهرداری دوشنبه هم از وزارت عدلیه درخواست کرد برای تظاهرات در شهر دوشنبه. طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان باید اون گروهی که تظاهرات میکنه 10 روز پیش از تظاهرات باید که روز، جای و شماره افراد را با نام مسئولین در نامه‌اش بنویسد. همه این را ما نوشتیم، فرستادیم، به ما اجازه تظاهرات ندادن. چیکار کنیم؟ بیایم برخلاف قانون تظاهرات کنیم و تیرباران و سنگسار اینا شوند، زندانی شوند مردم؟ این ربط به ترس ندارد. اگر من میترسیدم نامه نمی نوشتم برای تظاهرات. مسئله ترس این است که برادر عزیز، من نمیگم شما ترس رو رها کنید برید تظاهرات کنید. شما ترس رو رها کنید، برابر من چخیلی که من در دوشنبه گپ میزدم حداقل همون خیلی گپ زنید. من در دوشنبه حکومت رو تنقید میکردم، برآمد میکردم در پارلمان، نمیترسیدم. در بینای حزب برآمد میکردم، سخت تنقید میکردم. شاید یگانه سیاستمدار باشم که در تاجیکستان ایستاده گفته باشم که جناب رحمانوف اگر حکومت رو اداره کردن نمیتوانی جا رو خالی کن. ما میتوانیم. بینید یوتیوب رو، نوارهای صحبت‌های من رو بینید. یا سال 2013 است یا 14، حتی سال 2015 هم نیست. شاید سال 2012 هم باشد. من از مسئولین حزب خواهش میکنم این رو شنیده ایستادید، پیدا کنید این نوار رو و به همین برادر بفرستید که رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از اروپا نه، در داخل دوشنبه ایستاده نترسیده گفت که جناب رحمانوف اگر حکومت رو اداره کردن نمیتوانی، چون دیده ایستاده بودیم که نمیتواند، جا رو خالی کن، پیدا میشود یک کسی دیگر. حتی گفتیم که ما اداره کرده میتوانیم و میکنیم هم. کجا این ترس است؟ شما ببینید همین حرفایی که من گفته ایستادم، مگر همین رو در دوشنبه نگفتم؟ در دوشنبه هم گفتم. فقط یک مقدار لحن من، حرفایم نه، لحنم شدیدتر شده است و این طبیعی هم هست. وقتی که برادران من در زندان هستند، وقتی که اینقدر زندانی شده ایستاده است، وقتی که کشته ایستاده است، غارت کرده ایستاده است، مالکیت همه ما را گرفت، ما را از وطن به وطن کرد، یعنی میخواهید که من باز مثل همون دوشنبه با همون لحن دیپلماتی گپ زنم، احترام کرده گپ زنم؟ نه برادران عزیز، من همون حرفم را گپ میزنم، همون مسئله را میگذارم با یک لحن جدید و یک کمی سخت‌تر، تا اینکه رحمانوف درک کند، بداند که نتیجه عملهاش همین است دیگر. مردمی که آرام صحبت میکردن، تنقید میکردیم آرام،
ولی وقتی که کار رو به این درجه رسون دیگر با مردم اجازه بدین که کمی سخت‌تر صحبت کنن. خب اینجا مثل که دوستان با سوال ها فرستادن. حالا وقت رو ببینیم 1 ساعت و 5 دقیقه شد. حالا شاید 10-15 دقیقه دیگر هم صحبت کنیم، حد اکثر تا 1.5 ساعت، بعد دیگر وقت نماز هم میشود. با اجازه شما برویم. خب سوال آمده است همون خیلی که شراف‌الدین رو آزاد کرده نمیشود همون خیلی عزت رو هم آزاد کنید. اکی عزت برای ما مثل پدر است. اگر او را آزاد کنید ما هم دعا میکنیم در حقتان. برادر عزیز، ما نه تنها مثل شراف‌الدین، ما تمام تلاش خود را کرده ایستادیم. ببینید باور کنید ما تلاشی که برای عزت امان کرده ایستادیم شاید که این مقدار برای شراف‌الدین نکردیم. چون وقتی که برای شراف‌الدین تلاش یک پرقوت شد، اروپا را اینجا سفربر کردیم، سازمان‌های بین المللی و خود روسیه در اینجا وارد کار شد. چون ما سخت گرفتیم، اروپایی سخت گرفتن از روسیه که این پاسپورت کشور اروپایی را داشت و شما دزدیدید. مثل عزت امان شهروند روسیه و شهروند تاجیکستان نبود. عزت امان اگر پاسپورت یکی از کشورهای اروپایی را می داشت، مثل ماها که الان شناسنامه اینجا را هم داریم، بغیر از شناسنامه تاجیکستان امان کار آسان میشد، کشورهای اروپایی وارد کار میشدند. رحمانوف از کشورهای اروپایی سخت میترسد، صورت حسابش را میبستند، تحریم اقتصادی میکردند، پروازها را قطع میکردند که سامان ایر این عمل دزدی را انجام داده بود، دیگر به اروپا پرواز کرده نمیتوانست و کار شراف‌الدین یک کمتر آسانتر بود. اما مسئله عزت در همراه عزت کشورهای اروپایی نیستند، روسیه نیست، فقط شما ملت عزیز هستید، ما هستیم و پروردگار و خود اراده و عمل خود عزت امان هم که من مطمئنم انشاءالله باور دارم از این برادر که خیلی با حکمت و با همون طوری که یک سیاستمدار با آن سزاوار هست در داخل عمل میکند. اما برادران عزیز هر چی هم باشد، حالا برادر عزت امان اسیر است، گروگان است، زندانی هست، ما و شما باید مسئولیت خود را انجام بدهیم و مطمئن باشد که مسئله عزت امان در نزد ما کمتر از شراف‌الدین است. اگرچه شراف‌الدین عضو شورای رهبری پیمان ملی تاجیکستان بود، همکاری من بود، عزت امان برای من برادر است، ما همراه نان و نمکخور هستیم. خیلی در مسکو زیاد بودیم. در اون سالهایی که من وکیل مجلس نمایندگان بودم به مسکو سفر میکردم، تا ولادیواستوک و ایرکوتسک و کالینینگراد و سنت پترزبورگ و یکاترینبورگ همه جا را گشتم. در قسم زیادی از سفرها برادر عزت امان ما را همراهی میکرد، کمک میکرد و اینا رو ما فراموش نکردیم. و از همه مهمش باز تکرار میکنم، به خاطر اون زحمتایی که برای مهاجرین کشید ما وظیفه خود میدونیم که از دستمون هر کاری که برای عزت امان بیاید آن را انجام بدهیم. خب اینجا سوال آمده است که شما چه رابطه با اخوان المسلمین دارید که او را دفاع میکنید؟ مقامات میگن شما هم اخوانیید، راسته؟ برادری عزیز، مقامات مرا اخوانی میگید، مرا داعشی میگید، مرا شیعه میگید، مرا سلفی میگید، مرا امریکایی میگید، مرا هر چی دلش میخواهد میگوید. من کی هستم؟ من یک مسلمان سنی حنفی هستم از لحاظ اعتقادی هم و الحمدلله با این فخر میکنم. اگر کسی که مرا شیعه میگید، اگر کسی مرا اخوانی میگید، اگر کسی مرا سلفی میگید، بداند اگر از روی بی‌معلوماتی و اشتباه کرده است، حالا در عرفه ماه شریف رمضان هستیم، صمیمانه از پروردگار دعا میکنم که این برادران را ببخشد، چون من بخشیدمشون. حتی اگر تا امروزم عمدن میکرد اونها را هم بخشیدم. اما از این به بعد خودم گفته ایستادم که برادران عزیز از لحاظ اعتقادی الحمدلله و فخر میکنم که یک مسلمان سنی حنفی هستم و این خیلی باقی میمونم و با این فخر میکنم. اما اون کسی که در چهره من سلفی دیدن میخواهد، اخوانی دیدن میخواهد، شیعه دیدن میخواهد، این رو خودش رو اصلاح کند. اگر از این به بعد عمدن این حرفا رو میزند، بداند که در نزد پروردگار حالا دامنگیر خواهم بود، برای که آگاه کردم، گفتم که کی هستم و چی فکر دارم. برادران اخوانی رو خیلی خوب میشناسم، با رهبران اخوان المسلمین ملاقات ها کردم، با رهبران سلفی ها ملاقات ها کردم، با رهبران شیعه ها من ملاقات ها کردم. الان هم اگر فرصت شود با همه اینها من ملاقات میکنم.
و باید هم ملاقات کنم. اینها را خیلی از انسان‌های خوب می‌دانم، انسان‌های صمیمی می‌دانم. در مسائل اعتقادی بسیار انسان‌های متدین و مخلص هستند. در مسائل سیاسی با افکارشون بعضی من راضی هستم، با بعضیشون راضی نیستم. انتقادهای شدید از اخوانی‌ها دارم. در قاهره رفته بودم، انتقاد کردم. اتفاقا دیروز یک سخنرانی، یک صحبت در یک از طریق برنامه زوم در یکی از کنفرانس‌های عربی بود. در اونجا هم نظرهایم را نسبت اخوانی‌ها گفتم. قبلا هم یک ماه پیش صحبت خودم برآمد داشتم در یک جمعی که در اونجا رهبران اخوانی‌ها بودن، انتقادهای خود را گفتم. اون جایی که نقطه نظر انتقادی دارم میگم. اما در این قضیه برادران عزیز، من این اخوانی‌های تاجیکستان را اگر اخوانی هستن من نمیدانم، ولی حکومت اینها رو اخوانی معرفی میکنند. هر کسی هم هستن اینا مظلومن و واقعا هم مظلومن. خب چه جنایت کردن؟ اینا سلاح گرفتن، اینا آمدن اعلان کردن، بیله داشتن گفتن ما عضو اخوان المسلمین هستیم، یا یگان کار دیگر کردن. استاد دانشگاه هست، این طبیب بود، معلم بود، کارمند دولتی بود. خب کتاب‌های حسن البنا رو خوانده است. منم ده ها کتاب حسن البنا رو خوندم، از سید قطب رو خوندم، تفسیر زلالش رو اکثر مردم مسلمان خوندن. خب بعد چی بدی دارد؟ این همین جنایت هست دیگر، که یک نفر آمد گفت که من کتاب حسن البنا یا سید قطب رو خواندم و این کتاب به من معقول است. در اون داخل این کتاب‌ها باور کنید اینا خزینه علم هستند و نسل‌های زیاد از این کتاب‌ها تربیت شد. کتاب‌های درسی بودن در بسیاری از کشورهای اسلامی، در عربستان سعودی، در قطر، در دبی، در سوریه، در عراق. قسم زیادی از این کتاب‌ها کتاب‌های درسی در دانشگاهان، در مدرسه‌های اسلامی هستند. خب چی بدی دارن؟ برادران عزیز، نباید از روی فکر، از روی عقیده یک نفر رو زندانی کرد مگر اینکه دست به یک جنایت بزنند. حالا میگه که چرا از اینا دفاع میکنید؟ اینا انسانن، مسلمانن، تاجیکن، مظلومن، چرا من دفاع نکنم؟ من از یک مسیحی هم دفاع میکنم اگر مظلوم باشد، از یک غیر دین هم دفاع میکنم اگر مظلوم باشد، از یک نامسلمان هم، هر کی باشد. چرا از تاجیک خودم که یک قسمش رو میشناختم، این خواندم، واقعا آدم رو علم میکند. اون بسیار انسان شریف از دامادهای استاد ترجانزاده بودند، اسماعیل داملا اسماعیل، 23 سال، چنین یک انسان حلیم شریف با سواد، اصلا از او هیچ کس حرفی بدی را نشنیده بود. خب چرا 23 سال؟ یا که دیگر دوستانی رو که میشناختم، فرزند یکی از دوستانی مرا گفتن که مدتی 8 سال یا 10 سال زندانی کردن. حالا فرزندش رو نمیشناختم، پدرش بسیار یک انسان شریف بود، نه عضو حزب ما بود، نه اخوانی بود، نه کسی دیگر. اینا رو برادر عزیز وقتی که میبیند آدم دیگر دفاع میکنه. من از شما هم دعوت میکنم دفاع کنید از اینا. اگر انسانید، اگر تاجیکید، اگر مسلمانید، از اینا دفاع کنید، برای که اینا مظلوم هستند. خب مگر میشود که منبر اساسی پیمان ملی 80 روز یگان برنامه پخش نکند؟ مگر میشود که به جای امروزها همه به یک جا موش شده، به جای از یک منبر صحبت کردن، منبرچه‌های ببیننده درست کرده، هم وقت و هم فرصت سازی کرده، باز امیدی غلبه داشته باشیم؟ ببینید برادران عزیز، من پیشتر هم گفتم که بعضی ها تصورشون از یک حرکت، از یک حزب، از یک تشکیلات سیاسی یک رسانه هست. حالا متاسفانه جامعه ما همین شده است که کسی در رسانه بلندتر صحبت میکند، سختتر صحبت میکند، یا بیننده بیشتر دارد، گویا لیدر همون است، کاری اساسی را همون میکند. اگر ما برای پرس موتور کار کنیم، اگر ما برای بیننده کار کنیم، اگر ما برای کانال یوتیوبی کار کنیم، باور کنید هیچ کدای ما برابر قدم قربان نمیشویم. بروید پس از قدم قربان پیروی کنید. بروید از همون مسخره بازایی که 5 میلیون بیننده دارند، اصلا یک برآمد سیاسی علمی رو 1000 کس نمیبیند. اگر 5000 کس یک برآمد علمی رو تماشا کند، حالا نمیدونم این صحبتی ما رو چند کس تماشا کرده است، 500 کس از 1000 است یا من نمیدونم، اصلا زیاد توجه هم نمیکنم. اگر 100 کس هم تماشا کند و این 100 کس اهل فکر باشد، اهل اندیشه باشد، برای آینده تاجیکستان یک دیدگاه داشته باشد، برای من کافی است. ولی اگر از این بیشتر شود،
100,000 شود 50,000 شود باز بهتر. اما ما تا کی دنبال بیننده و پرسموتر بیشتر میگردیم؟ چرا باید یک کانال باشه در پیمان ملی؟ کی گفته است پیمان ملی مگر تلویزیون است، رسانه است؟ مگر پیمان ملی یوتیوب کانال است که باید در اونجا بیاد همه در اونجا گپ زنیم و تمام فعالیت ما در یک کانال یوتیوبی باید محدود شود؟ کانال یوتیوبی پیمان ملی ممکن در یک سال یک تا میتید یک بیانیه بسیار قوی پیمان ملی، سایتی مثال نهضت باید که حالا یک خبری مهم میتاد، حالا اگر فعال شود و در هر هفته یک برآمد شود چی خوبه، خیلی خوب. اما باید هر یک مسئول پیمان ملی کانال یوتیوبی خود را داشته باشد، ده ها تا باید کانال داشته باشند. اگر در مجموع این 5 10 15 کانال را شبکه و رسانه ها را اگر جمع کنید، مطمئن باشید که در مجموع بیننده اینها به مراتب از اون کانال های دیگر میشوند که حالا شاید شماره بینندگانشون از هر کدام از اینا بیشتر باشد. یعنی ما توقع این است که از یک حرکت سیاسی که یا که معیار برای بها دادن همین است که باید بیننده بیشتر داشته باشد و کانال یوتیوبیش باید مثلا اونجا پوری غوغا و پوری گپ باشد و نه برادران عزیز. اگر شناخت شما از یک مثلا تشکیلات سیاسی همین است، باید که شما نگاهتان رو اصلاح کنید. البته اگر مقصد این باشد که حالا بیاید مثلا کانال پیمان ملی مثلا هر روز نیخو هفته یک بار یک بحث تشکیل کند، مسائل های جدی را ماند، چرا باید در کانال پیمان ملی بحث ها شود؟ مثلا بحث هایی که در کانال های دیگر می شود مثل حالا پیام تیوی، اصلاح، حتی در همین صحبت هایی که الان در کانال من شده ایستاده است، جای اینا کانال یوتیوبی پیمان ملی نیست. کانال یوتیوبی پیمان ملی یک جای پیام های رسمی قوی برای ملت است که در اونجا مثال مردم از اونجا برنامه پیمان ملی رو بگیرن. مثلا اگر همین صحبتی من در کانال یوتیوب پیمان ملی میشه درست بود، این قسمت سوال جواب ها نه، انا همون صحبت پیام اول، بله این در اونجا درست می بود چون پیام رهبری پیمان ملی است. اما از لحاظ هماهنگ نکردن چون فرصت کم بود، ما دیروز بیگاه فقط تصمیم گرفتیم که آنلاینی شود. قرار بود که مثل پیشینه ثبت شود و در کانال یوتیوب پیمان ملی مانیم، اما چون در اونجا تجربه آنلاینی نیست، ما قرار شد که در این کانال خودمون شد. اما باز خواهش میکنم برادران عزیز، هیچ وقت تلاش نکنیم که یکمش پیمان ملی تاجیکستان را مقایسه با یک گروه دیگر کنیم، با یک سازمان دیگر کنیم و دقیقاً از پیمان ملی طلب کنیم که مثل دیگران رفتار کنند، یا از دیگران طلب کنیم که مثل پیمان ملی رفتار کنند. اگر ایرادی هست، انتقادی هست به خود عملکرد پیمان ملی همچون ائتلاف قبول است، انتقاد شود، باید اصلاح کنیم. اما این تلاش که پیمان ملی تاجیکستان تمامی کارش خلاصه شود در کانال یوتیوبی اش یا در یک شبکه، در یک رسانه، اصلا من این را خیلی پایین بردن جایگاه پیمان یا هر حزب و حرکت سیاسی میدونم. باید که این کانال ها، این شبکه ها نه اینکه قطع شوند بلکه شمارهشون بیشتر شود، چون هر کس بیننده خودش را دارد. همین صحبت هایی که من میکنم یک قسمت کمی مردم این را قبول دارند و بسیار یک قسم دیگری مردم صحبت های محمد اقبال صدیق‌الدین را قبول دارند، یک قسمت دیگر از شوکت محمد را، یک قسم از داتیوی را قبول دارند، یک گروه از گروه 24 را قبول دارند، یک نفر دیگر یک سرودخوان، آوازخوان، رپ قبول دارد. یعنی ما تبدیل دیم همه اینها را بیاریم در کانال رسمی پیمان ملی و در اونجا این غوغا هم باشد، جنجال هم باشد، بعضا در این شبکه ها گفتگوهای مستقیم حقارت ها می شود، گپ های تحقیر و توهین می شود. نه برادران عزیز، من همچون مسئول پیمان ملی تاجیکستان طرفدار آن هستم که اون کانال های رسمی پیمان قوی تر شوند، بهتر شوند، فعال شوند، هفته یک بار در اونجا برنامه های گفتگوهای جدی با کارشناسان پخش شود. اما که این را دیگر کانال ها را قطع کنیم و تبدیل بدیم همه پیمان را به یک کانال و به یک شبکه یوتیوبی، من میگم که این اشتباهی بزرگ خواهد بود و مردم زود خسته خواهند شد. باور کنید مردم از همین شبکه ها و غوغاهای یوتیوبی و از این بحث ها و تنقیدهای زیاد خیلی زود خسته میشوند. یک اوج میکند میرود تا 10 15 20 هزار بیننده پخش مستقیم پیدا میکند. بعد میبینید که مردم میبینند که هر شب هر روز همین سوال و جواب و بحث و همین کشمکش است. در میدان هیچ تغییراتی نیست. پرونده هیچ کس به سازمان ملل نرفت.
پرونده رحمانوف به دادگاه بین المللی نرفت و هیچ کار حقوقی و دیپلماتی انجام نشد. فقط کار در همین یوتیوب و در فیسبوک بحث است. مردم خسته میشوند دیگر. من نمیخوام که پیمان ملی تاجیکستان دچار این مشکلی شود، اما انشاءالله که پیشنهادها و تنقیدها را برادران شنیدن. باور دارم که هر چیز زودتر در کانال پیمان بحث‌های جدی منطقی سیاسی را راه اندازی خواهند کرد. خب یک سوال دیگر آمده است. السلام علیکم برادر کبیری، پیشنهاد من مهاجران کل روسیه در یک روز معین در سرحد روسیه قزاقستان جمع شویم و به طرف تاجیکستان رهسپار شویم. مثل مهاجرین مدینه، مهاجرین از قزاقستان با ما بپیوندند. نفرانی که نمیخواهند رفتن در روسیه بمانند و با مبلغ مهاجرین در راه بوده را دستگیری نمایند. تا رفته رسیدن برادران باسواد این مرش مهاجرین را به تمام رسانه ها و جمعیت های دنیا برسانند. در شهر دوشنبه مردم تاجیکستان انصار در قوسین آورده است، یعنی به حکم انصاری که در مدینه بودند با مهاجرین بپیوندند. این برادر عزیزمان از تجربه عملکردهای مسلمانان که با انصار و مهاجرین معروف هستند و واقعا هم این دو گروه با عملکردهای خود، یکی نقش انصار یک مسئولیت داشت و مهاجرین یک مسئولیت داشتند، برای رشد و پیروزی اسلام و مسلمانان کارهای عجیب کرده بودند و از همان نسخه گیری کرده است. من چی میگم برادر عزیز؟ بسیار فکری خوب است. حالا نمیخوام یک کمی پیش بروم، اما میتوانم فقط این را به شما بگویم که هم پیمان ملی تاجیکستان در مشورت با دیگر گروه ها یک راهکارهای جدی را برای آینده که مردم چی کار باید کنند با یک حرکت ملی تا اینکه از این مرحله گپ و صحبت و سوال و جواب در اینترنت برسیم به مرحله عمل در میدان. ما هیچ کجا سراسیمه نیستیم و نباید هم سراسیمه باشیم. انشاءالله که ماه شریف رمضان را همون طوری که گفتم با عبادت، با تدبر، با خودشناسی، با بیداری بیشتری ملت، با دور کردن ترس و جا کردن شجاعت در قلبها، در ذهنها میگذرانیم و بعداً باز قضیه عزت امان رو پیگیری میکنیم. بعضی صحبت‌های جدی در ماهای بعدتر خواهند شد و انشاءالله برادر عزیزم این طرحی که شما دادید، پیشنهاد کردید، موافق با اون همش نه، قسماً موافق با طرح‌ها و فکرهای دیگری هست که الان پخته شده ایستادند و در اونجا اگر اون روز و ساعت که فرا رسید و به اون توافق ملی که رسیدیم، بعد مسئولیت مهاجرین چی می شود؟ مسئولیت مهاجرین قزاقستان چی باید باشد؟ مسئولیت برادران انصار در داخل دوشنبه و تاجیکستان چی باید باشد؟ مسئولیت برادران خواهران اروپا و ترکیه و کشورهای دیگر چی باید باشد؟ اینها را انشاءالله در یک توافق ملی در یک روز معین همه با همفکری و همکاری همه برادران مبارز اعلان خواهند شد. بعد اون وقت میبینیم که این برادرانی که تا این وقت ما را تنقید میکردند که شما کبیری تا کی حرف میزنید و کی به عمل میگذارید، چرا فقط تنقید میکنید و یک کاری جدی نمیکنید، چرا میتینگ دعوت نمیکنید، چرا قیام مردمی دعوت نمیکنید، چرا روزی 21 مارس پیش رهی انقلاب مردم را گرفتید یا در سال 2014 هم گرفتید. بعد میبینیم که این برادرانی که این حرفا را میگفتند چگونه عمل خواهند کرد. انشالله اون روز دور نیست و ما و شما دعا کنیم که پروردگار ما را به اون روز برساند و تا اون روز باید مسئولیت‌های خیلی زیاد در پیش داریم. همین کارهایی که کرده ایستادیم، همین صحبت‌هایی که همه کرده ایستادن، همین تنقیدهایی که کرده ایستادن، ما که مثال شما موفق هستید و موفق نیستید، اینا را همش به خاطر همین کار و به خاطر این پیشرفت است. و من در مجموع یک چیز رو میگم، این را در مجموع اگرچه تنقیدم زیاد میشنویم، در مجموع نظر شخصی من این است که اگر کار به درجه عالی هم نباشد، خدا را شکر الحمدلله که با لطف پروردگار، با کمک برادرها و خواهرها کار طبق برنامه تا حد رفته ایستاده است. یک کمی دیگر کار نیاز به اصلاحات دارد، نیاز به قوی کردن دارد و ما در اون چارچوب یا در اون تقویم جدول زمانی که برای خود تصور کردیم کارها گنجیده ایستاده است. انشاءالله که اون روز دیر نیست که ما و شما
به این تصمیم ملی خواهیم رسید. خب دیگر وقتم تمام شد. ما گفتیم تقریبا 1.5 ساعت بیشتر نشود، 1 ساعت و 25 دقیقه شد. میبینم که دوستانی همکارم دیگر سوال ندارن، سوال نگرفتن و بار دیگر یک شما را برادران و خواهران عزیز، هموطنان گرامی، بخصوص برادران مهاجر و برادران زندانی هم را با فرارسی ماه شریف رمضان تبریک میگم. از پروردگار برایتان سعادت هر دو عالم و قبول عبادت ها را تمنا دارم. در نمازهایتان، در دعای افطار، ما برادران و خواهران مهاجر خودتان را از دعاتان فراموش نکنید. تا صحبت های بعدی، السلام علیکم و رحمت الله.